گفتی که پول تا گرفتگی ادر مادرش هم میاری بچه تا روزش میکنی میگی پول حساب گرفتگی. بیا مقصد و قناموس داری ننگ داری اما خدمت عوض مثال در دیگه کسانی که نکه بیا در وطن خود بیت بیا در وطن مثال دستگیری که بجیو بقا مثال وطن خودمون ای روح ای برادرایی که مثال در برد هستن تر در روی خطا پیش میکنن پشت بگردن چی میگم از اون خاک بیاید اختا پروردگار دندلش بدازه عبدالرحیم جان همه تونی بخیزی بیو دیگه زن تبگی بیو هر داد خیزیم بیوی بیو مرم از زن میسته بیو اول سر وقت بگرد این دون که همه روی طرفته روی خطا کی ترام تا ای پیش خردیر کار نکرد اما میدونم که تو مجبور کیسه فریب کیسه اطلاعی که دعوت میکردم که از مشاهده عمر خواهد و امروز اومدم در تاجیکستان منم بخشیدم برادر عزیز خالم در خشتامنش هستن خب این امارم که یکی از اما اعضای گروه 24 بودیم یا انشاءالله مادر میبخشه حکومت بخشیدگی ای دیگر اوز دست خداوندم انشاءالله میبخشه. الان ما در خونه برادر نورالدین رضایی که پدرش محمد سعید رضایی من والله بالله تالله کار پیش خودم که هستم به خاطر وجدانم. معلوم شد که با دستور اون شعبه کارهای داخلی که شارخ سعیدوف راهبری میکنه با دستور و با آن روی خطی که آنها دادند که بچه‌ای که در هر کجا هستن مخالف حکومت ترکستان خانه آنها برد و با نزدیکان آنها صحبت کنه تا که آنها برگردن به تاجیکستان. اون نفر با یک یا دو نفر با نماینده‌های همون وزارت کارهای داخلی رفتگی است با همون آدمای شاروخ سعیدوف. شهرت رحمت الله هم خونه‌اش رفتم امروز دیره زد نمر زد دیره ما بود همشو گروه 24. آیت الله گیلیایف با یک چند کارمندان کمیته امنیت ملی به خانه ما رفتند و گویا آنجا یک نوار ثبت کردند با مراجعت تا که ما به وطن برگردیم بیاییم وطن آباد بوده است آرام بوده است تنج بوده است آزاد بوده است. تایید خویای نربیچه در دکچایید راستی پاردو دیگه همین شعر میدونی؟ نه دیگه رمضان اومد چی پختایی تو خویای نربیچه در دکچای تو همین خیلی شعره برای ای خویای نربیچه را میخری کو خویای بخار را میریم در اونجا دلیکته زیتونی میخری همین را بکنی یک همه انسان ها به دعوت های من برامدگی هست شاید. دوم عید بود عید ماه شریف رمضان که در خانه دسترخوان عیدانه بود آمده بود با مادر برادرم صحبت کرد. اون نفر نه مرا میشناسد نه من وی میشناسم. در مسئله دعوتش که گویا ما با دعوتی او مخالف شده بودیم کاملا غلط است چون گروه 24 تشکیل نشده بود که ما علاقه موقع شهروندی ما معین کرده بودیم. الله کبیر
کبیری لعنت کنه که همون مرده که میگه که بیچاره از روی کبیری رفته 28 تا 6 است کبیری در مرسدس جیب بشینه زن شخص که این آدم خانواده‌اش مرد از گشنگی ده با اون بچه‌اش رفته است با نهزتش ده زنی و کبیری اخر نه خب همه خیلی ظلم کنی به ملت. دیدم من یک چند نفره من به خاطر وجدانم پاک شدن حق خونه حریتش میرم. خودی آیت الله گیلایف نمیتواند به تنهایی به خانه های مخالفان رود چون که در دست یک نفر اینقدر معلومات کافی از کجاست که نشانی هر یک خانه های مخالفان را بداند و به خانه های مخالفان برود به تنهایی. ما اینا برگشتیم الحمدلله ما را قانون جمهوری تاجیکستان بخشید من برادرم خیلی همه بخشیدگی هنوزی همی نه برادر اومدگی هنوزی همی جده من در کنی بروم و خودم آزاد گشتن خودم نشان داد آن است که یکون کس را فریب نکرد. شخصایی که برگشتنی هستید من در همین جا هستم مسنجر من کار میکند رقم های تلفنی من لازم شد من آماده هستم به شما بدهم. نه قصد رفتن به کشور را ندارم چون که به همگان معلوم است یک نفر مخالف با این حکومت اگر فرض کردیم برگردد چی بلایی بر سرش خواهد آمد و این امروز که من در کشور نیستم در غیب من گویا یک چند دلوی جنایی باز کرده باشند پس خودتون قضاوت کنید عزیزان. ببینید ادوکات من بزرگمهر یارم در زندان است. برادر من رستم اماموف در زندان است همسایه من اینوالید است با ضرب شکنجه و چقدر اذیت ها آن را کردن که همون تهمت هایی که در حقش کردن آنها رو به گردن میگیرد معیوبش کردن و در زندان است. خب حالا همون دوست هایی که دوست های همین آیت الله گیلایف دو نفری که رفتگی هستن پیش همین نفر پیش همین آدم آنها در زندان هستن یعنی که عفو با آنها حتی که آنها باور داشتن که بخشیده میشن کسی با ما کار نمیگیره ولی در زندان هستن. اگر حکومت امروز میخواهد که ما باورشان کنیم این چندان کاری مشکلی نیست. همان محبوسان سیاسی که امروز بدون گناه پشت پنجره قرار دارند همه آنها را آزاد کنند تا که ما باورشان کنیم و از آنه که ما را امروز دعوت میکنند که تا که به وطن برگردیم چرا مهاجران مهنتی که در روسیه قرار دارند با مشکلی های گوناگون گرفتار هستند و در عذاب و مشقت روز به سر میبرند چرا آنها را دعوت نمیکنند؟ چرا به آنها در داخل کشور کاری مناسب پیدا نمیکنند؟ فضایی که امروز تاجیکستان است زندان است. برای یک روشن فکر برای یک آزاداندیش زندان است فضای تاجیکستان. حالت زندگی که امروز هموطنان ما دارند خودکشی کرده هستند. زنها کودکاشون هم میکشن اون نفر جریمهش کردن خودش کشته. اگر که آزادان باشند زندانی هستند. زندان بودن بهتر است چون در تاجیکستان آزاد گشتن چون فرق نمیکنه معنی ندارد برگشتن من در شرایطی کنید تا وقتی که این حکومت این اوله در سر قدرت هست برگشتن من معنی ندارد.